سلام دوستان، خوش اومدیم به ویدیوی من. ما امروز اومدیم ویدیوی ماینکرافتی بذاریم. خب دوستان، هدفمونم پیدا کردن یک دونه آهنه. پس بریم. خب یه ذره چوب بزنیم دوستان، چوب بزنیم. خب تموم. خب یه ذره پخت و پس باید انجام بدیم. خب یه دونه کرافتینگ تیبل، یه چند تا هم استیک. خب بریم. یه دونه کلنگ فعلا لازم داریم تا برای وسیله سنگی درست کنیم. این از سنگمون. خب این از این. خب بریم کرافتینگ تیبل. دیگه کلنگ چوبی لازممون نیست. خدا نگهدار. خب این اینجا، اینم اینجا. کلنگ آمد اینجا. خب کرافتینگ تیبل خود را کنده. بریم دوستان عجب قوریه. به به به. دوستان اگه دکمه لایک رو بزنین و ساب کنین من میرم تو این. پس دکمه لایک و ساب رو بزنین دوستان. بریم. یو ابوالفضل دوستان چقدر اینجا خود رم کرد دوستان. خب بریم ما یه دونه آهنمون رو پیدا کنیم. خب دوستان یه دونه اول سوغار بکنیم که برای درست. دوستان آهنم پیدا کردیم. خب یه دونه آهن میخواستیم دوستان. خب دوستان با هدفمون رسیدیم. فقط یه ذره سنگ لازم داریم که برای فرنیس ساختن. بعد آهنمون رو بپزیم و به هدفمون رسیدیم. خب زود بپز به هدفمون برسیم. دوستان به هدفمون رسیدیم. اینم یه دونه آهن تقدیم شما دوستان. خب دوستان تا یک ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.